اگر در عمرتان اسم تولستوی را شنیده اید و دوست دارید در مورد آن بدانید، تا انتهای ویدیو همراه من باشید. جمهوری تاتارستان کشوری در دل روسیه می باشد که از جمهوری‌های خودمختار روسیه محسوب می شود و در بخش اروپایی روسیه و در قسمت میانی رود ولگا جای دارد. پایتخت آن شهر کازان است و 68,000 کیلومتر مربع مساحت دارد. تاتارستان از شمال به جمهوری‌های خودمختار ماری و اودمورت، از جنوب به اوبلاست، از شرق به باشقیرستان و از غرب به چوواش محدود است. تاتارها یکی از بزرگترین قوم‌های ترک زبان می‌باشند که در سراسر روسیه و قفقاز پراکنده شدند. این قوم مسلمان در ابتدا در حاشیه رود ولگا ساکن بودند، اما با هجوم مغول‌ها به تدریج پراکنده شدند. سپس مجدد کازان را به عنوان پایتخت استقلال خویش احیا کردند. در ادامه تزارهای روسیه با فشارهای گسترده مساجد را تخریب و کازان را به تسخیر خود درآوردند. در نهایت در سال 1990 تاتارستان اعلام استقلال نمود. جمعیت آن حدود 4 میلیون نفر و دین رسمی آنها اسلام است. همچنین واحد پول آنها روبل می باشد. از جاهای دیدنی تاتارستان می شود رودخانه زیبای ولگا را نام برد که نمای زیبایی به شهر کازان داده است. مسجد کل شریف بزرگترین مسجد در کل اروپا می باشد که در قرن 16 ساخته شده است. یکی دیگر از جذابیت‌های تاتارستان قلعه تاریخی کرملین کازان است که به عنوان میراث جهانی یونسکو شناخته شده است. اگر به تاتارستان سفر کردید، دریاچه زیبای گلوبوی را از دست ندهید که دریاچه آبی رنگ است و دمای آن در تمام طول سال 4 درجه است. معبد همه ادیان یکی از معبدهای زیبا و دیدنی شهر کازان است که سمبولی برای همه مذاهب و فرهنگ‌ها و تمدن‌هاست و همیشه بین گردشگران محبوبیت زیادی داشته است. کاخ کشاورزان یکی از مکان‌های رویایی شهر کازان است که درون شهر می‌درخشد. از جاهای دیدنی دیگر می‌توان برج ناقوس کلیسای اپیفنی، کلیسای سنت پیتر و پاول، مسجد تماماً سفید بلغار که یک اثر ثبت میراث جهانی است و بزرگترین قرآن جهان را دارد نام برد. همچنین رودخانه کازانکا و کلیسای بشارت از دیگر موارد آن هستند. غذاهای معروف تاتارستان شامل اچپوچمک، گوبادیا، زوربلیش و شیرینی چاکچاک هستند. اصلی ترین سوغات تاتارستان این شیرینی لذیذ می باشد. خوب است بدانید عید باستانی نوروز در تاتارستان برگزار می گردد و طرفداران زیادی دارد. و احتمالاً این نکته را نمی دانستید که تولستوی نویسنده معروف اهل تاتارستان است. لئو نیکولایویچ تولستوی نویسنده و بزرگترین رمان نویس جهان اهل تاتارستان بود. نویسنده کتاب معروف جنگ و صلح عضو یک خانواده اشرافی در کازان بود و همواره زبان زده مردم است. همراهان گرامی، اگر از این ویدیو خوشتان آمد، ویدیوی بعدی راجع به کشور زیبای کویت است. اگر دوست دارید درباره این کشور منحصر به فرد بدانید، کانال ما را سابسکرایب کنید و زنگوله را روشن کنید.